بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برای پروگرام نو ما در مورد شرح مثنوی معنوی از مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی. نشستیم با همکار و استاد گرامی آقا بابک رهیاب و امیدوار هستم که به طریق این پروگرام بتوانیم اسرار مثنوی معنوی را به مفاهیم عرفانی و سلوکی به طور عام فهم به دوستان و بینندگان عزیز رسیده بتوانیم. استاد صاحب رهیاب خوش آمدید. تشکر، لطف دارید. خب شروع میکنیم بخیر. شروع میکنیم انشالله عنوان امروز را. خب عنوان مثل که پیشتر گفتیم عنوان است حکایت مرد بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان. بود بقال و او را توتیه، خوشنوا و سبز و گویا توتیه. یک بقال بود، یک توتی داشت. یک توتی سبز رنگ و بسیار صدای مقبول داشت و گویا بود، حرف میزد. بقال دکاندار؟ بقال معمولا دکانایی را میگن که مواد غذایی خشک مثل لوبیا و نخود و ترا رو مفروشن، او را بقالی میگن. همین مصارف مواد روزمره ضرورت فامیل های دور و بر خود که میفروشن، خب به اصطلاح از زیر ملکا دیری و بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. این توتی معمولا در دکان می بود برای نگهبانی دکان و وقتی سوداگرها یا کسایی که خریدارا یا مشتری دکان می آمد با اون صحبت میکرد. در خطاب آدمی ناطق بوده، در نوای توتیان حاذق بوده. به اساس گپ زدن یا حرف زدن آدمی ها او میتونست حرف بزنه مثل ما و شما واره. یعنی کپی کرده میتونست حرفای چیز انسان ها. و در اون صدای توتیان بسیار تجربه کار و به اصطلاح استادکار بود. ناطق و حاذق اینجا چی مانا؟ ناطق یعنی نطق کرده میتونست، مثل انسان ها واره میتونست گپ بزنه. و حاذق آدم استادکار با تجربه و چیز. خواجه روز سوی خانه رفته بود. صاحب دکان یا خواجه یک روز طرف خانه خود رفته بود. بر دکان توتی نگهبانی نمود. خب در دکان توتی را ماند که نگهبانی کنه. گربه برجست ناگه از دکان، بهر موش توتیک از بیم جان، جست از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. خب یک پیشک یا گربه یک دفعه از دکان خیز زد و پشت یک موش دوید و توتی ور خطا شد. وقتی پیشک دید بیچاره از جای خود خیز زد و دوید که یک طرف بگروزه تا از شر گربه خود نجات بده. دمی عین گریختن ای شیشه ها یا بوتل های روغن گل چپه شد و به اصطلاح افتاد و ریخت، روغنش ریخت. از سوی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. صاحب دکان از خانه آمد، دمو دکان خود مثل بادارا وره شیشت، بدون از اینکه در فکرش چیزه باشه یا خطر حس کنه یا کدام خرابکاری توتی را حس کنه. دید پر روغن دکانو جاش چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ز ضرب. وقتی دید که دکان پر روغن است و جای از یم چرب شده، در سر توتی زد از اون قهر عصبانیت و توتی از آن ضربی که در سرش خورد سرش کل شد. بیچاره.
مویاش ریخت. خوب ضربه شدید بوده دیگه که زنده ماندن. چیز بوده به اصطلاح طالع کرده. روزک چند سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. یک چند روزی توتی از گپ زدن ماند دیگه، گپ زدن نمیتونست یا گپ نمیزد به اصطلاح. مثل ما و شما که پدر قار شد و اولاد بزنه بود، یک چند روز اولاد خود قار میگیره، قار کرد، قار گرفته بود، خفه میگیره. خود که من خفه استم از پیش. و این مرد بقال وقتی یه حالت توتی را دید بسیار پشیمان شد و به اصطلاح آه میکرد و افسوس میکرد که والا نقص زده میشه. ریش بر میکند و میگفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. ریش خدا میکند به اصطلاح از امو پشیمانی و میگفت که ای افسوس که آفتاب نعمت من که اونم توتی بود، مردم خریدارا می آمد از لذت بردن از صدای توتی و گپ زدن توتی و به اصطلاح آفتاب من میگه زیر میخ شد یا آفتاب زیر ابر شد، سایه شد سرم دیگه و گرمی دکان و روشنی. دریغ اینجا یعنی افسوس. افسوس. خب از چی دریغ در مجموع افسوس مانده. خب دست من بشکسته بوده آن زمان، که زدم من بر سر آن خوش زبان. کاش که دستم شکسته می بود که نمیتونستم میزد میره که بر سر از این توتیگه که خوش زبان که بسیار با خوش زبانی گپ میزد در سرش زدم یا از گپ زدن ماند. هدیه ها میداد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. برای هر درویش و هر آدم ملنگ و فقیری که می آمد در دکانش برای از او هدیه میداد و با امید از که اگر به اصطلاح دلخوشی از اونا سبب شود که وسیله شود برای پس دوباره سر گپ آمدن توتیگک. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود ناامیدوار. بعد از 3 شب و 3 روز دکاندار با اونمو حالت زار و حیران شیشته بود در دکان خود و بسیار ناامید بود. با هزاران غصه و غم گشته جفت، کی عجب این مرغ کی آید بگفت. هنوزم صبر داره. هنوزم صبر داره. هزاران غصه و غمی که کتیازی جوره شده بود به اصطلاح هم نوا شده بود با کتی دکاندار. میگفت که عجب است این توتی ما کی سر گپ زدن خاتمت. گفت اینجا منظورش گپ زدن حرف زدن است، با گفتن کلمه. می نمود آن مرغ را هر گون شگفت، و از عجب و از تعجب لب به دندان می گرفت. شگفت خب می نمود آن مرغ را هر گون شگفت، و از تعجب لب به دندان می گرفت. برای از اون مرغک هر رقم به اصطلاح کارا میکرد شگفت انگیز که باش که این توتی اگر این گپ خوشش بیایه او گپ خوشش بیایه پس سر گپ زدن بیایه و این کارا را میکرد با امید که با تعجب بود که این مرغک چی وقت سر گپ زدن خاتم بگه. تعجب میکرد که چطور یک قدر کارا کرده رئیستم هیچ سر گپ نمیه. دم بدم میگفت از هر در سخن، تا که باشد کندر آید او سخن. از هر مطلب به اصطلاح پشت گپ زده میرفت از هر موضوع با امید ازی که باش یکی از این موضوعات خوش توتی به پس در گپ زدن شروع کنه، به اصطلاح دلش تنگ شد آخر در گپ زدن بیه. بر امید آن که مرغ آید بگفت، چشم او را با صور می کرد جفت. به خاطر از اینکه توتی سر گپ زدن بیایه چشمشه کتی به اصطلاح
اینجا منظورش از صور شاید تصویرها باشه، رقم تصویرها رو برش رقم تصویرها رو نشانش میداد یا هر رقم چیز میکرد که مقصد که به امید از اینکه این سر گپ زدن بیاره. جلقی سر برهنه میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. یک آدم قلندر و پشمینه پوشه که به اصطلاح سرش مثل پشت جام واره یا پشت تشت واره سرش، اما تو صاف و کر بود، از پیش روی دکان تیر می شد. طوطی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد برزد کی فلان. طوطی دمی لحظه که یادم دید سر گپ زدن آمد، سر گپ زدن آمد و سر از اون نفر صدا کرد که او فلانی از چی کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ بیچاره. گفت که تو از چی کل شدی؟ کتی کلا جوره شدی به اصطلاح که نشست برخواست کتی دیگر کتی کلاست، یا ای که تو هم مثل خودش وره تو هم روغن ریختی، از شیشه روغن تو دکردی چی کل شدی؟ اینجا نشان میده که از ظاهر یک برداشت از وضع ظاهری و از تجربه کوچکی که در زندگی آدم داره، نباید از وضعیت ظاهری فوراً به او تجربه خود رجوع بکنه و دستی مفهوم بگیره، فوراً مفهوم بگیره که آیا شاید این تجربه رخ داده باشه. یعنی آدم نمیتونه یک تجربه کوچک شخصی خود جنرالایز کنه و سر از او قضاوت بکنه در جامعه. سر نفر سیون که از تجربهش خبر نیست. مخصوصاً که او از طایفه از این نیست، یه حیوان است، طوطی است و انسان است. یا مثلا منظوری می که در فرهنگ‌های مختلف ما وقتی که یک حرکت یک انسان در یک فرهنگ می‌بینیم، نباید او را فوراً به اساس فرهنگ خود و او تجربه کوچکی که ما داریم فوراً به اساس از او ترجمانی بکنیم و فوراً سر از او یک فتوا صادر بکنیم که این به خاطر از این کار است. اینجا خنده‌دار است چون بسیار طوطی عاجز است و برای آدم خنده میآید، اما این اصلا یک مسئله بسیار جدی است. بسیار جدی است که مولانا صاحب در اینجا ما و شما را متوجه می‌سازه که این کار نباید شود. تجربه ما جزوی است. که قیاس میگن در علم دین، در علم فقه به نام قیاس یاد میکنی که تو مقایسه میکنی و از اساس بر مبنای مقایسه خود یک نتیجه گیری میکنی. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. از قیاسی که طوطی کرد مردم خنده گرفت که گپای زیر سیکو و آدم صاحب دلق یا آدم درویش که دلق پوشیده بود او را مثل خود وری فکر کرد. این حال اصل گپ مولانا میزنه، اصل درسی که میتر در اینجا این بیت بیخی کل به اصطلاح مغز عظمی عنوان است. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شعر و شیر. کار پاکای خدا را، کار اولیای خدا را، کار انبیاء علیهم السلام، کار پیغمبر علیه السلام، کار صحابه کرام، شما مثل خود واری قیاس نکنین که در او عصر زمان یک گپ شده ما شما بگیم او این به خاطر ازی شده یا اوتر یا ایتر، چون ما خود ما در او حالت نیستیم دیگه. او حالت اصلا ما شما تجزیه و تحلیل کرده نمیتونیم. ما شما به او مرحله ایمانی هنوز نرسیدیم، او را اصلا در زندگی خود ندیدیم، چون در اطراف ما او رقم مردم وجود نداره. پس اینال کار پاکای خدا را از به اساس تجربیات زندگی خود
با او باطنی که داری، با او تاریکی هایی که داری، با او دیگه مقایسه نکن. و این اصلا ریشه کل وقتی که ما مسلمان ها در بین خود اتفاق نظر نداریم، چرا اتفاق نداریم و چرا هم نظر نیستیم، مخصوصا در مورد چیزهای بسیار مهم، گپای بسیار مهم، کلش همیه است. چون وقتی که سیرت نبی رو میخوانیم، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میخوانیم، قصای صحابه کریم میخوانیم، کلش به اساس فهم جزئی خود و تجربیات عظیم زندگی و تجربات زندگی خود که همسایه ما چی رقم کرد و اون نفر یا فلانا مولوی سید چی رقم شد، یا فلانا آیت الله تو رو گفته ولی یا خود دیگه امو به اصطلاح سران و سروران دینی خودم مقایسه میکنیم با اونا و اینا چون اینطور به اصطلاح باطنشان افکار و خراب است و شهوت خود کنترل نمیتونن و در برابر پول تسلیمی دارن و اینطورا ما فکر میکنیم که اونجا ممی رقم بوده دیگه، خیلی اگر اسلام است خیام مسلمان است و مسلمان بود، در حالی که زمین تا آسمان فرق داره و کلش به اساس ازمی است. یا اگر یگان مسئله را ببینید در خود سیرت النبی که پیغمبر اصلا چی رقم رفتار کرد و چی رقم چیز داشت و از و چی رقم فتوا مفتی ها کشیدن، کلش به اساس فهم جزوی خود است که البته از این خاطر کرد و البته به این نیت کرد، اما البته مثل شک توتی است که تو هم البته از روغن چپه شد و همونطور اگر بگوییم گشت یک موضوع بسیار سیاسی است و بسیار چیز است، اما مولانا صاحب برای او هم اشاره میده. اگر بگوییم فتنه اول و این گپای سیاسی و این جنگا که آمد در بین صحابه، وقتی که ما دربارش فکر میکنیم و کوشش میکنیم که تشخیص کنیم که اینجا گپ چی بود و نیت مردم چی بود، این اصلا این خود کار غلط است. قیاسای خود در اونجا داخل میسازه. Exactly. Yeah. میگه گرچه در نوشتن شعر و شیر اردوش یک رقم نوشته میشه، تو دیگه اینال اگه جایی که شعر از اون شیر بخوانی کل حیثیت شعر آوردی پایین دیگه، از شیر جور کردی، یا شعر بخوانی غلط تو از روی ظاهر نمیتونی که دستی چیز بکنی، قیاس بکنی که یه طور چیز خواهد گفت. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی از ابدال حق آگاه شد. ابدال حق، ابدال یک مقام از ولایت است، مقام اولیای خداست. ابدال یعنی کسانی که با دیدنشون حالت باطنی آدم تبدیل میشه، اینقدر قدرت معنوی دارن که با مجردی که او انسانا را آدم میبینه حالت باطنی آدم تبدیل میشه، تغییر میخوره. اون نور ابدال حق است. میگه اینال جمله عالم از این خاطر گمراه شده که این طور قیاسات واهی و به اساس تجربیات شخصی و نامکمل و جزوی خود میکنن و این سبب گمراهی شده. و یک اشاره بسیار ظریف دیگه، چرا در داستان توتی این قیاس شرح میده که این از این رقم قیاسا غیر از این که حیوانات بکنه، انسان نباید طور قیاس بکنه، انسان نباید خوی حیوان داشته باشه و از شکل ظاهری دستی قیاس بکنه. و هم میتور میگه کمک اشاره میده برای ازمی که تو باید چیز خود لیول خود باید بفهمی. تو هنوز در مرحله حیوانی هستی و تو شک میکنی و قیاس میکنی و چیز میکنی، خود تشبیه میدی برای یک انسان. تو هستی در این مرحله و او هست در اون مرحله و تو اینجا کوشش میکنی که از افکار از او و از زندگی از او و از چیز از او خود خبر بسازی. اشقیا را دیده بینا نبود، نیک و بد در دیدشان یکسان نموده. این مطلبی رو که ما شما سرش تبصره کرده. مردمای شقی، مردمای بدبخت چی بود؟ اونا دیدی بینا نداشتن. منظور اینجا از دیده بینا این نیست. اشقیا خب
ابو جهل چشماش خوب صحیح کار میکرد و ابو جهل نامش خود ابو جهل نبود. ابو جهل به اساس جهل که حق نپذیرفت جهالت کرد نامش ابو جهل شد. اگر نه اصلا خود نام از او ابوالکلام بود، استاد پدر سخن، یک آدم دانشمند چیزی خود بود، محلی خود بود، دانشمند شهر خود بود، ولی او به ابو جهل تبدیل شد. اینال وقتی که او تو دانشمند با قبول نکردن حق به ابو جهل تبدیل میشه. اینال او میگه دیدی بینا نداشتن. اینجا منظورش از اونو دیدی است که در قرآن عظیم شان سرش بحث شده. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. اونا چشمایی دارن که به اون نمیبینن. او کدام چشم است؟ دید دل، دید باطن است. دید باطنی نداشتن اونا که درک بکنن. نیک و بد در دیدشان یکسان نمود. نیک و بد در چشمای از او یک رقم معلوم میشه. تشخیص نمیتونست که اینی خوب است اینی بد است. تشخیص نمیتونست که اینی درست است اینی غلط است. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. اونا که انبیا رقابت شروع کردن، همسری را شروع کردن، خود همتا و همپایه از او فکر میکردن. و که اولیای خدا چی کردن؟ مثل خود واره فکر کرد. فکر میکنه که او حالت از او عین حالت ما واری بوده. به او حساب تحلیل میکنن. مثلا حالت خود میسنجن که دینه طور یک حادثه در باطن خودش چی میگرده و فکر میکنه که در باطن از ولی خدا چون مؤمن انسان است، مؤمن انسان است. ما مسلمان هستیم. خبر نه که مرحله شما قدر فرق داره که مولانا سید یکی تان به توتی تشبیه میده و دیگه شده انسان. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابیم و خور. این خب ما هم بشر هستیم یا هم بشر هستن و هم نان میخوره خو میکنه، ما هم نان میخوریم خو میکنیم دیگه. ظاهره میبینیم مقایسی ظاهری سرکل مردکل کتی سرکل توتی قیاس ظاهری. خب وقتی که تو راست دیگه ما با هم چی فرق داریم؟ در حالی که این فرق خب به اساس مادیات نیست، به اساس ظواهر نیست، این فرق به اساس باطن است. چون انسان موجود دو بودی است. اینالی بود باطنی را این مردمایی که چشم ندارن او را نادیده میگیرن، نمیتونن بفهمن. این ندانستند ایشان از عما، هست فرقی در میان بی منتها. سبحان الله. از کوری، از عما، از کوری اینا نفهمیدن. از کوری خود که پیشتر گفت که چشم ندارن که ببینن، از او کوری باطنی خود چی را نفهمیدن که در بین از اینا فرق بسیار بی انتها فرق وجود داره، تفاوت وجود داره. هست فرق در میان بی منتها، انتها نداره. قدر بزرگ است فرق. هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زانهشو زین دیگر اصل. خوب مثالای علمی میتاله مولانا سید. هر دو زنبور میگذانم یک گل غذا میخونه از یک محل میرن شیره گل میمکن و میچوشن، ولی یک زنبور از پیش از او زهر جور میکنه و زنبور دیگه از او اصل جور میکنه. اینال حرکت ظاهری خونم یک چیز شد. این قوارشان شبیه است. قوارشان شبیه است. حرکت ظاهری هم یک چیز است. یعنی اینجا خوراک هم میگه که گفت ما میخوریم خواب و خور، بسته خواب و خور هستیم، ما بسته خواب و خور است. اینجا میگه که اینال خواب بسته خوردن اگه است، خود هر دو زنبور از یک جای میخوره، ولی یکیش زهر تولید میکنه و دیگه عسل تولید میکنه. مثل که ثنای غزنوی سر میگه تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون میخور.
که صاحب دل اگر زهر خورد آن انگبین باشد. باز مثال دیگه میده، هر دو گون آهو گیا خوردند و آب. دو رقم آهو است، هر دوش گیا میخوره او میخوره. خب اینا باز چی میکنن؟ تولیدشان چی فرق داره؟ زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. یک آهو وقتی که میخوره غیر از که سرگین تولید میکنه دیگه کدام کمال نداره، ولی او دیگه آهو که میخوره این مشک که اصلا از ناف آهو به دست میاد میگه اون مشک ناب تولید میکنه. ارزشمندترین عطر دنیا. این حال فرق ببینید چقدر است در اینجا که در یک آهو است تفاوتش چقدر است. یک زنبور عسل در باطن یا در درون خود در کارروایی داخلی وجود خود اینقدر تفاوت داره با زنبور دیگر. یک انسان که ولی خداست باز چی برسه به ای که پیغمبر است و انبیاست، او با انسان عادی تفاوتش زمین تا آسمان. هر دو نی خوردند از یک آبخور، این یکی خالی و آن پر از شکر. آبخور باید باشی. هر دو نی میگه از یک جای آب میخورند، یعنی در زمین. خود در زمین هستن، در مو کشتاره که این نی است و دگام نی مانند است ظاهرش نی شکر. خب اون نی شکر برش میگه. این نی وار ساختمانش و نموتر بند است و نموتر سایزش هست، حتی برگایش مشابهت داره، اما قسم در زمین غرس است و آب میخوره از زمین. ولی یک نی ما بینش خالی است، چیز نداره، میانتهی که انسانای قیاسگر میانتهی میگه به یک حساب. و اون نی دیگه شکر تولید میکنه در داخل خود، او پر از شکر است. مثالای علمی رو میبینی چقدر مثالا وجود داره. 100,000 اینچنین اشباه بین فرقشان 70 سال، اشباه بین فرقشان 70 ساله راه بین. اینمی قسم مشابهت ها میگه صدها هزار وجود داره و در بینشان 70 ساله راه است، یعنی اینقدر فاصله است در بینشان که اگر تو بخوایی 70 ساله میگیره که تو تا اونجا برسی. اینقدر تفاوتشان است. این خورد گردد پلیدی زو جدا. دیگه مثال آن خورد گردد همه نور خدا. ما و شما میخوریم همو غذا، همو آب همو خواب میکنیم و ما و شما غیر از این که پلیدی تولید کنیم. و اینو ببینید وضعیت بشر در دنیا، وضعیت مسلمان ببینیم، وضعیت نامسلمان ببینیم. این انتقادی را که مسلمان سر یک نامسلمان میکنه، خودش در جای دیگه عمل انجام میده. شکایت داریم از تعصب مخصوصا ما مسلمان ها که در خارج می باشیم همیشه شکایت داریم که اینطور متعصب هستن این مردم، اینطور متعصب هستن. اما ما در بین امت اسلامی و باز در بین افغان ها، ما در بین فارسی زبان ها، در بین پشتونا مگر کم تعصب داریم؟ اما خود حق میدیم، خود حق میدیم ولی اونا رو باطل میدونیم. یک بام و دو هوا. این خورد زاید همه بخل و حسد. مطلب رکسنش بحث کرد. وان خورد زاید همه نور احد. این که میخوره بخل و حسد تولید میکنه و او که میخوره ولی خدا که میخوره نور خدا رو تولید میکنه، نور ایمان تولید کرده میره. و همی است که وقتی که مثلا ما میبینیم مخصوصا امروزه در بین جوانان میخیزن یک کار میکنن یا به ضد دولت خود میخیزن یا یک کار دیگه میکنن، یک کاری که
it's violent، یعنی یک کاری که جنگ میکنن، میجنگن بزد یکی و کار خودم میگن به نام چی؟ جهاد. ما جهاد داریم، اما جهاد تو را سعی کن و جهاد صحابه کرام سعی کن. مگر یک چیز است؟ از لحاظ ظاهری خو یک چیز معلوم میشه، قوارش خو یک چیز است، اما فرقش زمین و آسمان است. نیتی که او داره با نیتی که تو داری. و او بخل و حسده که تو تولید میکنی که کارهای خود، تو ایجاد میکنی امرای کارهای خود، و او نور احده که وا تولید میکردن امرای جهاد خود. این زمین پاک و آن شور است و بد. این فرشته پاک و آن دیو است و دد. اولیای خدا چی هستن؟ زمین پاک واره هستن. با اونایی که قیاسای همین قسم میکنن اونا چی هستن؟ شور و بد هستن. یا زمین های شورزار که اصلا حاصل نمیده. زمین هایی که نمک داره. و این انسان ها اولیای خدا، انبیای کرام، اولیای اعظام، اینا انسان های فرشته مانند هستند. حتی در مقام از فرشته بالاتر هستند. مگر پیغمبر علیه السلام از جبرئیل امین مقامش بالاتر نبود؟ در شب معراج ثابت شد برای همه که خود جبرئیل امین اقرار کرد که من از اینجا پیشتر بالا رفتن نمیتونم. بالا میسوز اگه برون بالا. و پیغمبر اونمو توانایی و مقاومت خداوند برش داده بود از کمال روحی که داشت تا بتونه در برابر از اون نور چیز بکنه، به اصطلاح هضمش بکنه به اصطلاح نور. اینا اینمی قسم انسانایی که در مراتب پایینتر، ما نمیگیم که اولیای خدا عین از اونا وارث، ولی نه، در تفاوت با ما اینا طور چیز دارن. یعنی اولیای خدا همیشه از اونمو ملک کده که بسوی از او هست، از او کده رتبهش بالاتر است. بشک. که این حدیث پیغمبر هست. این حدیث از قول پیغمبر هست. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. راست میگه. اینا هر دوی صورت یک رقم معلوم میشه و این صحیح است. کدام مشکل در این نیست که صورت ها یک رنگ باشه. ضرور نیست که به اصطلاح صورت ها باید تفاوت داشته باشه. تفاوت ظاهری. مثلا آب شور و آب شیرین اردوش صاف است، ولی صافیش معنا نداره که آب شیرین مثل آب شور واره است. آب شیرین یک لذت داره، آب شور اصلا قابل خوردن نیست. اما یه آب بحر انسان ها وقتی استفاده میکنن در ملکایی که آب زیر زمینشان هم شور است او دا تصفیه میکنن. آب حیات نیست. نه آب چیز نیست، آب نوشیدنی نیست تا که تصفیه نشه. جز که صاحب ذوق که شناست بیاب و شناست آب خوش از شور آب. خب غیر از صاحب ذوق که ونمو انسانه چیزه میگن، یا یک آدمی که به اصطلاح ذائقه داره، ذائقهش کار میکنه، او آب شور و شیرین میفهمه به اصطلاح. یا او انسانهایی که صاحب ذوق هستن، اولیای کرام که از هر نماز خود یک ذوق معنوی احساس میکنن، از هر گپ خود یک ذوق معنوی میگیرن. مثلا ما شما میوجات میخوریم، آیا میوجات برای ما شما کدام ذائقه ندارن؟ آیا برای حیوانات هم این ذائقه را دارن؟ مثلا سیب میخوریم، ناک میخوریم، زردالو میخوریم، انجیر میخوریم، مالته میخوریم. اینا با یا پرتقال به اصطلاح برادرای ایرانی ما، اینا هر یکیش یک ذائقه به خصوص خودش داره. اینا از خوردن از اینا ما یک لذت حس میکنیم، یک ذائقه بسیار به اصطلاح مزه‌دار حس میکنیم و اونمو سبب از این میشه که ما شما
علاقمندی پیدا بکنیم به نوشیدن کردن از او میوجات یا غذاهایی که پخته میکنیم ما شما که در فرهنگ‌های مختلف انواع غذاها وجود داره و برای اهل از امو فرهنگ اون غذای خودش بسیار خوشمزه و مزه به اصطلاح پرذائقه است. اینا رو به حساب معنوی آیا نمازی که میخوانیم کدام ذائقه حس میکنیم ازش؟ حالا یک خوردنی است، نماز یک خوردنی است. خوردنی چی؟ غذای روح است. نماز غذای روح است، ذکر خداوند متعال غذای روح است، همه عبادات غذای روح است، همه کارهای نیکو غذای روح است. برای روح انسان غذا میرسانه، روح تقویه میشه و وقتی که روح تقویه شد انسان آدم صالح و نیکوکار ازش جور میشه. ما فقط برای کاپی کردن ظاهر دل خوش کردیم. سله بسته کو، لنگی بسته کو، ریشه بگذار، چپن بپوش و نمازهای بی‌حضور بخوان و باز خدا خوش، دل خدا خوش کردیم به اصطلاح که این هم دیگه مثل و اولیای خدا وره شدیم دیگه. این ظاهری از ما میناتورست، از ما میناتورست و هم از دین گپ میزنه، ما هم از دین گپ میزنه. فرق دین با محبت و دینی که ما میگیم به اصطلاح صورت مسلمانی فرقش همی است دیگه. که تو اگر کدام ذائقه حس نمی کنی، کدام ذوق حس نمی کنی وقتی که نماز میخوانی، وقتی که کار نیک انجام میدی، خیلی چرا میکنی؟ یا برای جامعه میکنی یا از ترس لط خوردن، یا از ترس دوزخ، از ترس دوزخ اونو لط زدن. اوی که نیکبخت است از ترس دوزخ. اوی که نیکبخت است. ما در جامعه خود سر دوزخ یقین داره. اوی که سر دوزخ یقین داره خب اعمال فاسد و ناروا را انجام نمیده. ما که هستیم، ما از ترس جامعه میکنیم، از پدر و مادر، از جامعه، از اطرافیان خود. به می خاطر است که وقتی که مسلمان مبرای به ممالک که غربی و نامسلمان باز میبینی که او چیزایی که در افغانستان میکرد یا در وطن خود میکرد، در شهر خود او رو باز ترک میکنه. بسیار بزودی به اصطلاح یک محک است. این آزادی های چیز فردی یک محک ایمان است برای اونایی که ادعای ساختگی و ادعای تقلبی ایمان دارن. اینا یک موضوع راستی از یاد ما رفت که اینا خیلی است که ما ذائقه را حس نمی‌کنیم. چی باعث میشه که ما ذائقه نماز حس نمی‌کنیم؟ چون ذائقه را طفلا حس میکنن. طفلا که ببینی بسیار زیاد خوش داره که خوش داره که کاپی کنن نماز خواندن پدر و مادر. بله. یک ویدیو رو نشان میتن در آنلاین، نمیفهم که واقعیت است. یعنی یک طفلک است میگه که بعد از قدر وقت که این به اصطلاح چیز بوده، از روز تولد خود کدام تکلیف داشته، حالی که جور شده در راه که میره سجده میکنه، هر طرف که میره مادرش قایمش میگیری این مفته روی به زمین سجده میکنه و از اون لذتی که میبره از اون حالت سجود. طفلا تنها لذت میشناسن. پیغمبر علیه السلام میفرماید که شما قرب نزدیکترین مقام قرب در اون وقت سجود است که شما به خدا نزدیک میشید. اینا چرا لذت گفتیم حس نمی کنیم؟ اونمون روح هست. همونطور که جسم ما حواس داره از خود، ذائقه داریم، لامسه داریم، باصره داریم، شامه داریم، میشنویم. اینمی قسم روح یا مثلا بویایی، شامه و شنوایی، روح از خود حسیات داره. اینال او حسیات روح چی وقت بیدار میشه که ما به واقعیت برای روح غذا بدیم و او تقویه شود و از این حالت کوما و خوابالودگی براید. مثل که آدم در حالت کوما باشه، انسان برای از او اگر در دانش بوره بندازی یا مرچ تفاوتش حس نمیکنه ذائقه‌ش، چون او حواسش به اصطلاح در حالت استنبای است و در حالت کوماست. نه از چیز لذت میبره، نه از چیز لذت میبره، نه از چیز حس میکنه. حتی گوشتش بگی بپیچان پاره کن حس نمیکنه. اینمی قسم روح ما در اون حالت قرار داره. اینال اگر میخواهیم که از اون حالت برایم تا لذت و عبادات حس بکنیم، لذت خدمت
مخلوق خدا را حس بکنیم، لذت همکاری با بنی نوع خود حس بکنیم، اونو باید او روح بیدار شود، او روح حسیاتش چی شود. شعر غزل مولانا صاحب اصلی جانا چطور بکو تا لذت جان بینی؟ جانا به خرابات تا لذت جان بینی. جان منظورش روح مصفا است. در خرابات منظورش چیست؟ این خرابات را که ما رفتیم در شوربازار اون نه. این افغانا که میرفتن در شوربازار در خرابات منظورش اون خرابات نیست، خرابات یعنی که تو خواسته های نفسی خود را خراب کردی و تخریب کنی، در اونجا بیا، در اون حالت خود بیا که لذت جان حس کنی. واو، حواس تخریب کو، حواس نفسی، حواس های نفسی تا خراب کو، آرزوهای نفسی تا خراب کو، کلشه از اینجا خرابات جور کو تا لذت جان بفهم. جز که صاحب ذوق که شناسد طعام، شهد را ناخورده کی داند زموم. میگه صاحب ذوق باشه که به اصطلاح ذائقه طعام حس بکنه و کسی که شهد نخورده باشه او را کتی موم فرقش کردن نمیتونه. موم چی است؟ موم نمی چیزی را که شمع از پیشش جور میکنه موم، یا اونمو چیز موادی که زنبور از او استفاده میکنه در داخل از او شهد میریزانه. این جالی که زنبور اصل جور میکنه اونو از موم جور میشه. واکس در انگلیسی آفرین. اینال موم و شهد تفاوتش نمیفهمه که تا که نچشیش، چون ظاهرشان مشابه است. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. سحر که معجزه یک رقم قیاس کرده فرعون. معجزه موسی علیه السلام فکر میکرد که سحر است، از او خاطر ساحرها را دعوت کرد که بیاین که از این مسابقه کنین که جادوی ساحرای من این شکست بتین که دیگه از این دعوا خلاص شود. وقت ساحرها آمدن و موسی سحر خود انداختن در میدان و موسی علیه السلام عصای خود انداخت. وقتی که این عصای موسی اژدها شد و تمام سحر ساحرها را خورد، ساحرها فهمیدن که این سحر نیست، این معجزه است. ساحرها فهمیدن چون صاحب ذوق بودن، میفهمیدن که سحر چی است و کمال سحر چقدر است، تا کدام اندازه از پیمانه قدرت و توانی از. وقتی که دیدن نه، گفتی نه سحر، این معجزه است، زود تسلیم شدن. و نمونجه بود که ایمان آوردن و دانم یک ایمان آوردن، چون از صدق دل ایمان آوردن مرتبهشان رفت در مقام ولایت. که وقتی فرعون گفت که دست راست و پای چپ تا نمیبرم، گفت چی که میکنی بکن. یک قدر فدایی شدن در یک لحظه. گرچه ما خود ما صحنه یک هم در تاریخ دیدیم هم در دنیای فعلی میبینیم که اون نفر میفهمه که حق چی است، میفهمه که راست چی است، اما او قدر استقامت و چیز دل نداره، شجاع نداره که اقرار کنه و تحقیق کنه. واو، قدر شجاع شدن در یک لحظه قبول داشتن، چون صدق دل باعث شد که این و شجاعت خداوند برشان داد. کل گپ در صدق دل است. خب این ناخوانده موضوع ما برای مثال میتیم، شاید بیننده ها فکر بکنه که ما این قبلا خواندیم و حال تبصره میکنیم، در حالی که تبصره های ما بدون از اینکه این ببینیم تبصره ها میکنیم و او را خداوند متعال پیش از پیش در دل ما مندازم و صحبت. اینا ببینیم ساحران با موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا. ساحرها به خاطر جدال یا استیزه یا به اصطلاح مسخرگی مثل عصای موسی علیه السلام هر یکیش عصا را در دست خود گرفته بودن که یعنی ظاهر خود مثل از او ساخته بودن که این ما مثل تو عصا داریم، یک کدام گپی نیست، تو هم یک عصا داری، ما هم عصا داریم. زین عصا تا آن عصا فرق است ژرف.
زین عمل تا آن عمل راه شگرف. از این عصای موسی تا عصای جادوگرا بسیار فرق عمیق وجود داره. و بین عمل از اینا و عمل موسی علیه السلام هم اینمی قسم یک فرق بسیار بزرگ و یک فرق بسیار چیز وجود داره، یک فرق بسیار شگرف کمیافت و بی‌نظیر و زیبا، فرق بسیار زیبا وجود داره. لعنت الله این عمل را در قفا، این عمل را که ساحرا میکردن در پشتی از این عمل چی وجود داره؟ لعنت الله است. جزای سحر بسیار، یعنی لعنت خدا در پشتی از این ادامه داره. ساحرا هر سحر را که نشان میتن برای گمراهی مردم یا برای اذیت رساندن به انسان ها، در پشت از این لعنت خدا است و هر کاری را که اینا میکنن روز به روز باطنشون کثیفتر و تاریکتر شده میره. ولی از عمل موسی علیه السلام چی است در پشت سرش؟ رحمت الله آن عمل را در وفا. در عمل موسی علیه السلام رحمت خدا نهفته است، چون او به امر خدا میکنه و اینا به امر شیطان میکنن. ساحرا سحر عمل شیطانی است، از این خاطر در دین خدا حرام است، نارواست. بسیار یک موضوع جالب است، چون برای من هم همی وسوسه می آمد، همی سوال همیشه همراه این بود که فرق سحر و فرق معجزه را آدم چی رقم بتانه. او سعیست که اما او ساحرا البته تانستن میفهمیدن مسلکشون بود و حد سحر میفهمیدن که حد جادو این قدر است و این از حدش تیر شده. برای من هم همیشه همین سوال پیدا می شد که از لحاظ فیزیکی، از لحاظ اون چیزی که برای چشمای ما معلوم میشه شبیه هستن. و مولانا صاحب هم میگه که دایی کدام عجبیت نیست که عمل صحیح است، این روا است که شبیه هست، شکلش مشابهت داره. اما بار برای ما مثال داده که چی فرقی داره، در درون خود فرقش چیه، در باطنش فرقش چیه، در باطنش، در اون چیزی که تولید میکنه که یا نورانیت تولید میکنه یا کدرانیت تولید میکنه، نه در نتیجهش چی فرقی است. اگر آهو را مثال داده، اگر زنبور را مثال داده، بار مثال داده که زیاد چیز است در دنیای ما که از لحاظ شکل شبیه هست ولی تولیدش فرق داره. زمین و آسمان. داستان دیگه که مولانا صاحب بلخی شرح میکنه